Audio Jungle. سلام به شما شنوندگان عزیز برینکست پادکست. من سیاوش هستم. من هم سارا هستم و خوشحالم که با ما همراهید. ما توی برینکست موضوعات مختلفی رو پوشش میدیم. از یادگیری زبان انگلیسی مثل همین امروز تا برنامه نویسی، معرفی کتاب و فیلم و کلی چیز دیگه. دقیقاً. هدفمون اینه که مطالب مفید و کاربردی رو با شما به اشتراک بذاریم. حتما ما رو دنبال کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. خب، سارا جان، امروز میخوایم بریم سراغ یکی از پایه‌ای ترین زمانها توی انگلیسی، یعنی حال ساده یا present simple. آها، حال ساده که راستش گاهی وقتا یکم گیج کننده هم میشه، نه؟ دقیقاً. ما یه سری منابع ویدیویی آموزشی رو بررسی کردیم از کانال‌های معروف مثل English Class 101، انگوید، باب کانادایی و چند تایی دیگه. آره، منابع خوبی بودن. هدفمون اینه که ببینیم کی و چطور باید از این زمان استفاده کنیم و از اشتباهات رایج دوری کنیم. کاملاً. پس اولین سوال، حال ساده واقعاً برای چیه؟ چون اسمش حاله ولی انگار همیشه برای همین الان نیست. نکته خوبیه. ببین، یکی از اصلی ترین کاربردهاش و تقریباً همه ویدیوها هم بهش اشاره کردن برای گفتن حقایق کلی و اطلاعاتیه که همیشه درستن. یعنی چیزایی مثل خورشید از شرق طلوع میکنه؟ دقیقاً. یا مثلا آب توی 0 درجه یخ میزنه. اینا حقایق علمی یا عمومی هستن یا حتی چیزای کلی در مورد خودمون. مثلا I speak فارسی. آها. پس فقط برای قوانین علمی نیست، برای اطلاعات کلی هم هست. بله. مثلا وقتی میگیم he works in a bank، این شغلشه، یه وضعیت نسبتاً دائمیه، نه اینکه لزوماً همین الان داره کار بانکی انجام میده. خب، پس حقایق کلی و وضعیت‌های دائمی. کاربرد مهم بعدی چی بود که توی ویدیوها تکرار میشد؟ عادت‌ها و کارهای روزمره، چیزایی که به طور منظم تکرار میشن. مثل اینکه من هر روز ساعت 6 صبح بیدار میشم. آفرین. یا she always drinks coffee in the morning. اینجور کارا. و اینجا بود که قیدهای تکرار مثل always، usually، sometimes، never خیلی به کار می اومدن. درسته؟ دقیقاً. این قیدا نشون میدن که اون کار چقدر تکرار میشه و معمولاً با حال ساده میان. دیدن اینا یه جورایی سرنخه که احتمالاً باید از حال ساده استفاده کنید. خیلی خوب. حالا برسیم به ساختار جمله. اینجا یه نکته کلیدی هست که خیلی باش درگیرن. آره، اون قضیه اس سوم شخص. همینه. اول ساده‌ش رو بگیم. برای I، you، we، they فعل همون شکلی که هست میاد. I work، they learn. بله، این قسمتش راحته معمولاً. اما برای he، she، it یعنی سوم شخص مفرد چی میشه؟ اینجا باید به آخر فعل توی جملات مثبت یه اس اضافه کنیم. He works، she learns، it trains. این همون نکته‌ایه که تقریباً همه مدرسا از ربکا و آلیشیا توی انگوید گرفته تا باب کانادایی خیلی روش تأکید داشتن. آره، چون خیلی رایجه که فراموش بشه. البته یه قواعد املایی کوچولو هم داره ها. آها، منظورتون ES و IES هست. دقیقاً. بیشتر وقتا فقط اس میگیره، مثل works، plays، ولی اگه فعل به صداهای خاصی مثل S، SH، CH، X، Z یا O ختم بشه، ES میگیره، مثل watches، goes، kisses. و اونایی که به حرف بی صدا پلاس Y ختم میشن؟ اونجا Y حذف میشه و IES میاد، مثل study که میشه studies یا try که میشه tries. راستش این قواعد املایی رو باید با تمرین یاد گرفت دیگه. آره، واقعاً. و حواسمون به فعل have هم باشه که برای سوم شخص شکلش کلاً عوض میشه و میشه has. اینم بی‌قاعده است. خب، این شد جملات مثبت. حالا اگه بخوایم منفی کنیم چی؟ مثلا بگیم او اسپانیایی صحبت نمی کند. اینجا فعل‌های کمکی do و does وارد بازی میشن. برای I، you، we، they از do not یا همون don't استفاده می کنیم به اضافه شکل ساده فعل. آره.
مثلا they don't speak Spanish. و برای he, she, it برای اینا از does not یا doesn't استفاده می‌کنیم و نکته خیلی خیلی مهم اینه که وقتی doesn't اومد فعل اصلی دیگه اس نمیگیره. آها. پس اون اس سوم شخص که توی جمله مثبت بود اینجا حذف میشه. دقیقاً. انگار اون اس رفته چسبیده به do و شده does. پس میگیم he doesn't speak Spanish. نه he doesn't speaks. این اشتباه خیلی رایجه. خیلی نکته مهمی بود. برای سوالی کردن هم همینطوره؟ یعنی بازم do و does میان؟ بله. do و does میان اول جمله. برای I, you, we, they با do سوال میپرسیم. Do you speak English؟ و برای he, she, it با does. Does he live here؟ عالیه. و باز هم تأکید میکنم توی سوال با does هم فعل اس نمیگیره. Does he live؟ نه does he lives. پس کلید اصلی اینه. اس سوم شخص فقط توی جملات مثبت میاد. توی منفی و سوالی با does دیگه فعل اس نداره. دقیقاً همینه. این خلاصه کل ماجراست. یه سوال دیگه هم که پیش میاد تفاوتش با حال استمراریه. یعنی present continuous. آره، خوب اشاره کنیم. ببین، حال ساده برای کارهای همیشگی و عادته. I teach English. این شغل منه. کار همیشگیمه. ولی حال استمراری اون برای کاریه که همین الان داری انجام میدی. I am teaching English right now. یعنی همین لحظه در حال تدریسم. یا برای کارهای موقتی. پس I live in تهران، حال ساده، وضعیت دائمی، ولی I'm living with my parents this month، حال استمراری، وضعیت موقت. کاملا درسته. این تفاوت خیلی مهمه و بعضی ویدیوها مثل ویدیوهای ربکا خیلی خوب روش کار کرده بودن. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، حال ساده برای حقایق و عاداته، نکته فنی اصلیش هم اون اس سوم شخص توی جملات مثبته و استفاده از don't و doesn't برای منفی و سوالی کردن که باعث میشه فعل اصلی دیگه اس نگیره. به نظر ساده میاد ولی خب قلق داره. آره، راستش فقط با تمرینه که جا میفته. باید انقدر جمله ساخت و تصحیح کرد تا دیگه ناخودآگاه درست استفاده بشه. و به عنوان یه نکته آخر برای فکر کردن برای شما شنونده ها، چرا به نظرتون انگلیسی این تفاوت رو برای سوم شخص مفرد قائل شده؟ این اس چه نقشی داره که مثلا توی فارسی ما همچین چیزی نداریم؟ سوال جالبیه. شاید یه جور نشانه گذاری برای فاعله. واقعا جای فکر داره. امیدواریم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه و تونسته باشیم نکات کلیدی این منابع رو خوب منتقل کنیم. حتما با تمرین بیشتر این زمان براتون راحت تر میشه. ممنون که به این قسمت از برینکست پادکست گوش دادید. فراموش نکنید که ما رو سابسکرایب کنید که قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. تا دیداری دیگر و موضوعی جدید، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. به زودی میشنویم.